تا کوتاه یکی بلند. دید دید دید، همان نشانه قدیمی میان من و مادر. دوباره 2 تا کوتاه و یکی بلند. دید 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 و باز خبری نبود. گوش خواباندم. جز جیک جیک گنجشک‌ها و قارقار کلاغ صدایی نبود. این بار دیگر باید می‌دیدمش. خدایا یه لحظه، فقط یه لحظه لبخندش رو ببینم. هیچ علامتی از حضورش در خانه نبود. از آخرین باری که دورادور دیده بودمش 1 سالی می‌گذشت و دیگر طاقتم تاق شده بود. آن هم وقتی که باید فوری از پایتخت می‌رفتم و معلوم نبود دوباره کی فرصت دیدار مادر دست می‌داد. خدایا لااقل صداش رو بشنوم. و دوباره کلید زنگ را فشردم. این بار ممتد و آن وقت بود که صدای گام‌هایش را شنیدم. کوتاه و خسته، همپای میو میوی گربه‌ای که جای مرا در زندگیش گرفته بود و بعد صدایش سرد و نامهربان، همچون خنجری بر قلب. کیه؟ بفرمایید. صدا در گلویم شکست. مادر، منم سپنتا. پاسخ سکوت بود، آمیخته به بوی مادر و نم اشک‌هایش که بوی گلاب می‌داد و چکاچک اشک‌ها که یک دفعه سرریز کرده بود روی زمین و مثل این بود که در شیشه گلاب باز شده و آن مایه بیرنگ اتراگین هلق هلق دارد می‌ریزد پشت در و مرا مست می‌کند و نفس‌هایم را به شماره می‌اندازد و بدنم را به رعشه و قفل بر دهانم می‌زند و یکباره می‌بینم هوا از سوراخ بینی هم داخل نمی‌شود و مجبورم از سرگیجه پس بیفتم و بعد هر طور شده به زبان بیایم. مادر، دارم از این شهر میرم. گفتم زمزمه اش را با گوش دل میشنیدم. بابا برو پسرم، خدا پشت و پناهت. و حقحق گریه اش را که هیچ یک را نمیخواست با گوشتم بشنوم، بعد آنچه میخواست بشنوم به زبان آورد. چند سال پیش بهت گفتم تو دیگه بدون مارگریتا واسم معنایی نداری. برو. رفتم با چشم‌هایی پر اشک و با دلی روشن از دعایش، اما می‌دانستم محال است بار دیگر بدون مارگریتا به خانه‌اش پناهم دهد. برمیگردم به 7-8 سال پیش. همین موقع‌ها در کتابخانه دانشگاه دنبال کتاب‌هایی می‌گردم برای تهیه مقاله درس فارسی عمومی. کلافه از برگدان‌هایی که اطلاعات کافی نمی‌دهند و وقتی که برای نوشتن مقاله کم است و کم حوصلگی کتابدارها مرا هم بی‌حوصله کرده است که مارگریتا سر می‌رسد. با کتاب قطوری که بغل کرده، پیراهن آبی سیری که پوشیده، پلیور خاکستری روی پیراهن و آن دامن بلند و گشاد رنگارنگ. دورادور دیده بود